با نام خدا و با عرض سلام احترام خدمت شما دوستای نازنین خوشحالیم که یک روز دیگری فرا رسید که باز به خدمت شما باشیم از برنامه افطاری از کانال هرات برگ. دوستای نازنین به فرمایش شما دوستا ما ان شاء الله میریم داخل بازار. میبینید که مسلمان ها چی رقم روزه دارن، به گرمی چی رقم به سختی تیر میشه. از شما هم خواهشمندی که سابسکرایب و لایک و شیر یاد شما نره، همراه ما باشیم. دوستای نازنین بخیر باشین. خب دوستای نازنین، در کنار ما اجیمامایی که سعی کنم که نام خدا میتونه پلاستیک پر کردن که قوت اینا نمیکشه کش کنم. اجلالا سلام داره خدمت شما. سلام خدمت ساعت شما خوبه؟ شما یک لطفی بکنیم بگذارین که دست شما مونده نشه. نام خدا. خب اول که نام شریف خود بگیم. اسم ملک شاه. بسیار خوب. کجا سفر داریم؟ به جامعه ایدی میبریم به پسر خو یا خیر؟ نه به بچه خوب چیز می چه افطاری است. افطاری. خب اونا نامزد دارم؟ بله آبی ها. بسیار خوب ماشاءالله. خب اینا چرا سودا افطاری به جمع سیاسرای چرا شما آماده؟ خب زغال خوب وقت خوب به جمع خود مانده که یا زور شما نمیکشه؟ نه او گپ زور نه. یعنی شما به زور رای نکردم. ما مردم اطرافیم. بسیار خوب. به شهر نامزد دارم یا به ده؟ به شهر نامزد دارم ادیم ما. آها شما از دیم؟ ما ادیم به شهر نامزد داره. ماشاءالله. خب دیگه چی میستونیم در کام؟ بیاین بالا. دیگه اون بستون تا موتر هست. شما دیگه میتون مسیر به مسیر میری موتر پر میکنی. بله بله بله. خب همین وقت بی پولی اوزا گفتن که کشمشی شما هم گذر بعد به مردم یاد بدین که برادر یک زر نخرین. شما سعی کنین چند میوه استونده. خب دیگه چی گفت؟ چند از جلالا پیشکش اینا بده؟ از پیشکش اینا هیچی پیشکش ندید. خب لالا تشریف بیاریم اینجا. مونده نباشیم. زنده باشیم. ساعت شما خوبه؟ شکر شما خوبه. زنده باشیم. روزه و نماز شما قبول باشه. زنده باشیم. نام شریف شما؟ مصطفی. لالا مصطفی جان، اجی آقا شما میوه‌دونه است و نه میگم که لالا نامزددار شدم. خب ایر بگیم که چند پیشکش شما نه و فامیلای یا بیگونه؟ دیگه پیشکش خب از ما نگرفتم، فامیل از فامیلا ما. خب چه کاری شما میشن؟ دیگه نواسه کاکا میشه. بسیار خوب. خب رزی بودیم؟ بله. یا به زور دادم؟ نه رزی بودیم. خب اجی آقا چند خانم گرفتن؟ یک خانم. شما رزیم که یک دفعه دیگه هم عروسی کنم اینا؟ دیگه نه دیگه. چرا نه؟ خاطر مادر خود بیشتر میبینی؟ و زد دل از اینا جوان مخمخه کنه چیکار میشه؟ خب دیگه ما مربوط به خود اینا میشه دیگه. اگه بسیار خوب. چند روز میشه فاته کردم؟ یک ماه. پس خیلی تبریک باشه. زنده باشه. بسیار خوب. خب در کنار از اینکه میوه‌دونه استونیم، بعضا دومادا و خسرا اینا رسم دارن که به مو افطاری یا ایدی گوسپند چیزی هم ببریم بغیر ماه مبارک عید قربان. آیا شما هم هستیم؟ دیگه هستیم. یعنی اگه به شما بگم گوسپند بستونیم میستونیم؟ بله. بسیار. دوستای نازنین، بازم داخل یک آب میوه سرایم یا شیرخ فروشی بگیم، شیرخ فروشی سنتی هرات. بسیار خوب. لالا جان سلام. سلام. خوبی؟ ساعت شما خوبه؟ جان شما جو تیار است. زنده باشیم، سلامت باشیم. گپ بزنیم که خودی ماه مبارک رمضان اشتنه. خوبیم دیگه، هستیم پرتین روزه. از سودا معامله کنه میگم از حساب خود شما خود روزه اشتنه فشار آمده به سر شما گرمیه یا نه دیگه؟ نه فعلا گرمیه، نه گشنگیه، نه چی، فعلا نرماله. دیگه پنکاوی کولر کلوشان انما این توش نشه؟ نه دیگه، جا جای اخیه. بسیار خوب. خب نام خدا امی دیکون شما خیلی جل و بله. انال بگیم که به حساب افطاری شما مثلا به مشتری ها خود چی میدیم غیر از شیریخ؟ چون اینجا ما چند مدل میوه هم میبینیم. بله. غیر از شیریخ دیگه باز ما معجون هم داریم، شیرکله هم داریم، شیر نارگل هم داریم، هم داریم.
به حساب شیر پسته است، شیر خرما، اینا هم به پهلوی هسته، انرژی باب هم هسته، دیگه شیر یخ هم هسته. الان اینا افطاری دیگه. خب شما نمیگین که مسلمان های که حال شما جزک میدیم ماه مبارک رمضان هم فکر نمیکنین که یک ذره لیست نگیرین؟ با خدا که مجبورین تبلیغات هم بشه که مردم بیایم دیگه بفهمم، به تلویزیون هم ببینم، شما هم خوبی از یک تبلیغات من و پشتی ما هستیم دیگه، مردم هم بلد باشم دیگه، باز بفهمم که اینا هم هسته، این یک تبلیغات خوبیه، مردم هم آگاهی پیدا میکنم دیگه، بفهمم که چی و چی داره ما دیگه. بسیار خوب. وقتی که آذان ماه به خیر خوشی شروع شه، شما به خود شخصی چی تیار میکنین؟ ما دیگه شخصی باز از اون خونه برای ما که افطاری رایی میکنم، بی غیر از اون فقط که به معده نقص نکنه. خود شما میفهمین چون اعلی کار مداخله می کاریم، مخصوص به خود نوشیدنی چی از حساب تازه چیز جور میکنه؟ یک گاه سیب، گاه پرتقال، اینا رو میخونی، کیله، اینا رو تیار میکنیم میخوریم. با کل اشتیام نداره. اگه نشابه بخورین چیکار؟ نشابه که دیگه باز معده میشارونه جیگر. یک نیم کیلو تروشی. اینا که بیخی دیگه مضره. بسیار خوب. با ماه مبارک و رمضان هم تا به حال محفل از حساب شوبو شده که بیامده باشم یا شیرینی خوری یا میمونی خصوصی که برای شیریخ؟ نه تا حال نآمدم. یعنی به این مدتی که شما هستیم نشده؟ نه مجلس نیه دیگه، باز این اگه کس مثلا میمونه چی دیگه باز گفتنا میام میبرن، سفارش میدن میبرن به خونه ها میبرن. بسیار. امی خرید تپری تا چیه؟ این هم دیگه میگوتی شیریخ بسته میکنه. بینندای عزیز شیریخ به این سعی کنین که به شما ما بگم که شیریخ چی از چی طریق تیار میشه و چی شکلیه. ماشاءالله. لالا مونده نباشین. برادرک ما مثل که کمکی مشکل دارم. خب داخل می ماشاءالله. اینا شیریخ دوستای نازنین بینندای عزیز، اینا ای که هست شیردونه. به 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 به. این شیردونه شیرا و سرشیرا داخل از این ریخته میشه، شکر اولوا میشه، انا بعد اینا باز بسته میشه، سر از این چردوبر از این قوطی یخ میندازم و خود نمک انا چرخ میدم تقریبا 2 ساعت 3 ساعت اینا مگرم یک سره میته چرخ بخوره، باز اینا کپچه میخوره به حساب انا بلاکی دارم به حساب مثل کفگیرایی که کیچیری جا میکنیم، انا اینا بعد کپچه بخوره به مو حالت کپچه، انا اینا هم خور سفید میکنه و هم خور سخت. نام شریف شما؟ آقا جواد. بسیار خوب. گپ بزنین خود روزه اشتنیم. والا دیگه آماده این که بخیر آذان بده افطار کنیم. آذان فکر کنم بداده باشه، نداده آذان؟ یک چند ثانیه اگه تیرش مشکل نداره. همین خرما که به دست شما نه که ما امروز وا کنیم برای چی واسطه؟ ثواب بیشتر داره. حتما. 1000%. الهی شکر. بسیار خوب. خب همین گرمی به شما تاثیر کرده از صبح؟ نه والا. تا 5 بجه استراحت میکنیم، 5 بجه ما بینیم میایم سر کار. برای ما نه، شاید برای دیگه مثلا کاروبار چیزی داریم؟ بله. ما شما اشتنا. شکر. سلامت باشین. سلامت باشین. خب بسیار خوب. چند ساله بودیم که رو آوردیم به روزه گرفتن؟ یا شما؟ معمولا از 7 سالگی ولی یاد منیه. چیزی که یاد من از 10 سالگی یاد من. فکر کنیم 10 ساله. چند سال روزه میگیریم؟ 10 ساله بودیم. چند سال روزه میگیریم؟ 10 سال 20 سال هم روزه گرفتیم. 30 سال عمر منه. از 10 سالگی روزه گرفتیم. 20 سال 30 سال نخوابید. 30 سال اون فکر. چیکار شما میشن؟ ماما منم. ماما شما کاملا میگم نام خود. نه. شدم اینا. نه. بسیار خوب. با ماما دیگه خواهم سلام بگید. بچیشم. بسیار خوشحال باشیم. بسیار خوب. داخل رستوران به چی کار آماده؟ آماده منتو بخوریم خود ماما خو. منتو کو همین کورتیای آشک منتو نه غذای کس کابلیه. بسیار خوب. رواج کابلیه. همین طاعون اینا به جمع از اینا یا به جمع شما نه؟ به نظر من
به جان از اینا میخوره. مامان من از من کلانترم، معمولا کلانا حساب میکنه. خدا بیامرزه ماما دیگه شما خیلی آدم خوبی. خیلی آدم گله می. سلام حتما به ماما دیگه خوبه. به چشم. بزرگواره. موفق سلامت باشید. بخیر باشین دوستای نازنین. بیایم خود شما یک چند قدم دیگه میریم. یک سفره که فکر کنم همه جلیبیه. هوا گرم سعی کنیم، این تشنگی ها سعی کنیم، جلیبی ها پیش از اینا سعی کنیم. سلام علیکم. عجیب را ساعت شما خوبه؟ السلام علیکم و رحمت الله. خوبیم شما خوبیم؟ ساعت شما زنده باشه. نماز و روزه شما قبول از شما همچنین خدا قبول کنه. خدا قبول کنه شما. همین بعضا کارا ما همینطور برعکس میبینیم. سوپ و جلیبی به هم چی میایه؟ ما اول افطار خوب بخوریم، ما وقتی بعد بعد سوپ بخوریم. جا شما خیلی شما بیاین بشین خدمت ما بخورید. و جلیبی است که نه. جلیبی بعد که سوپ بخورید نه که خلاص شه، باز که چای بعد از خفتن بخیر باز جلیبی رو میخوره. البته شما نمیرم شما بیرو کردم اخوانه. نه بیاین آقا حنیفی بیاین. نه دیگه باز تا ساعت تا وقت نماز خفتن تراویح بخیر خوش باز میریم. از وقت 8 نیم اینجا هستیم بخیر. بسیار خوب. چند نفرم خود دوستان؟ ما نام خدا شاید شما زاید 10 نفره باشیم. خب همه مهمون شما نه؟ همه مهمون خود کنن، فرق نمیکنه. تو کن نمیشه دیگه میشه؟ اشتنه بوجه. حتما. شما بیا مهمون ما باشید. قربان شما. خب خود روزه اشته بدیم از صبح. خیلی خوب. خدا قبول کنه بخیر ته ما برکت بخیر برابره. تاثیر به شما نه الحمدلله. دوستای نازنین، طوری که پیشتر گفتم داخل رستوران نوید هستیم که واقعا مثل که ما کوتوال غذا نوش جان نکردیم، مثل که غذای برابر دارم به خاطر که نام خدا مشتری ها اینجا زیاد میایه، با خصوصا برادرای امارت اسلامی که حتما میفهمن که غذای اینا خوبه که اینجا تشریف میارم. در کنار ما هستم. حاجی مولوی صاحب ساعت شما خوبه؟ شکر الحمدلله. شما قربان شما سلامت باشیم. نام شریف شما؟ نام مولوی عبیدالله. بسیار خوب بسیار خوب. اینجا به چی کار آمدین؟ بیامدیم میشه و اینطور به شهر بیامدیم به تفریح بیامدیم سعی کنیم که این هتل چی رقم است. خوب نام خدا خوب رشت داره، خوب مردم می اینجا خوب نون میده. حالا خب شما دوستا چند نفر بودین با هم؟ ما 5 نفر بودیم. خب همین پیسی نون به جمع کی است؟ به نام چیز یک رفیق دیگه ما بود جمع بود. شما خودت پس میکشید؟ ما خود عقب نکشیدیم، ما نوش خود بیشتر. خاطر میگم اونا پول بدم؟ نه چرا ما میگیم که اون نده خود ما بدیم جلوتر. خب چرا اونا برفتن شما بمونده؟ اونا ما جلوتر پول تحویل دادیم آدم. های های و چم مجو های های پولا را مندازم گردن رفیقا خود. مولوی صاحب تشریف بیاریم شما. ساعت شما خوبه؟ شکر الحمدلله. قربان شما سلامت باشیم. زنده باشیم. اندیوال شما رفیق شما اینا خود عقب میکشم که همین پیسه بفته بیخان شما کار خوبی است؟ نه کار خوبی نه خو، یعنی تو این کار میکنه که پولا بیخان ما میندازی نمیده پول. خود شما میمیتا سر خورتن اندازیم بیرون شید؟ نه دیگه او تو نمیشه که ما سر خورتن اندازیم بیرون شیم. او که این کار میکنه ما این کار نمیکنیم. تا دل حساب میکنیم؟ ها تا دل حساب میکنیم. بسیار خوب بسیار خوب. خب ایر بگیم که ماه مبارک رمضان چی رقم زیاد گرم نیست؟ نه خیلی خوبه و روز خداوند جل جلاله خیلی خوب است. روزا تیر میشه خیلی خوب. شما که وظیفه هم اجرا میکنیم بازم به می هوا گرم روزه خورد میگیریم به شما مشکل نمیشه؟ نه هیچ مشکل نمیشه. بسیار خوب. خوشحال شدیم اگر سهر مهمان ما میشیم. زنده باشین سلامتی. تشکر از شما. تشکر. خب دوستای نازنین، خدا کنه که
امروز و یا امشب از این برنامه لذت کافی را برده باشیم. دوستا دیگه ماه مبارک رمضان دیگه گپ سخنات تحوالا میشه. دوستای نازنین ناگزیریم که با شما خداحافظی کنیم تا به فردا شب که باز به خدمت شما از کانال هراتبورگ باشیم. دیگه هم چیزی که اول گفتم، ما نیاز فقط به سابسکرایب و لایک و شیر شما داریم. اما زنگولگه که هر خواهشی داشته باشیم ما به خدمت شما ما رو به گریه نکنیم. بخیر باشیم تا فردا شب شما به الله پاک میسپاریم. خداحافظ و نگهدار شما.